از عباده ابن صامت روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حالی که عده‌ای از اصحاب در اطرافشان نشسته بودند فرمودند: به من چنین بیعت کنید که به خدا هیچ چیز را شریک نآورده اید، اسراف نکنید، زنا نکنید، فرزندان خود را نکشید، فرزندان دیگران را به دروغ به خود نسبت ندهید، از اماویر موافق شرع سرپیچی نکنید. کسی که به این چیزها پابندی کند مزدش بر خداست و کسی که مرتکب گناه از این گناهان شده و در دنیا عقوبت ببیند همان عقوبت برایش کفاره است و کسی که مرتکب گناه از این گناهان شده و خداوند آن را بر وی پوشانده و آشکار نساخته باشد امرش موکل به خداست. اگر بخواهد او را عفو کرده و اگر بخواهد عذابش خواهد کرد. و ما هم با همین چیزها با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیعت نمودیم. از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است که گفت: پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: دور نیست که بهترین مال مسلمان گوسفندان باشد که آنها را در کوه و دشت چرانده و برای حفظ دین خود از فتنه گریخته باشد. از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت: پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که مردم را امر می‌کردند به چیزی امر می‌کردند که طاقت انجام دادن آن را داشته باشند. مردم می‌گفتند: یا رسول الله، ما مانند شما نیستیم. خداوند گناهان گذشته و آینده شما را آمرزیده است. و ایشان از شنیدن این سخن آنچنان در غضب می شدند که آثار غضب به چهره مبارک نمودار گردیده و می فرمودند: من از همه شما پرهیزگارتر و به خدا داناترم. از ابو سعید خدری رضی الله عنه از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت است که فرمودند: بعد از این که اهل جنت به جنت و اهل دوزخ به دوزخ داخل شدند خداوند متعال می گوید: کسی را که ذره از ایمان در دلش بوده باشد از دوزخ بیرون کنید و در حالی که چنین اشخاص سیاه گشته‌اند از دوزخ خارج ساخته می شوند. بعد از آن به نهر حیا یا نهر حیات، شک از مالک یکی از راوی های حدیث است، انداخته شده و مانند دانه که در کنار جوی می رویند، مگر ندیده اید که گیاهی کنار جوی در هنگام رویدن زرد رنگ و متمایل است. و از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است که گفت: پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: در حالت خواب بودم، دیدم که مردمان در حالی که پیراهن به تن دارند نزدم می آیند. بعضی پیراهن‌هایشان تا سینه و عده هم کوتاه‌تر از سینه. و عمر ابن خطاب نزدم آمد و دیدم پیراهن پوشیده است که آن را با خود می کشد. گفتند: یا رسول الله، این را چی تعبیر می کنید؟ فرمودند: دینداری.